سلام دوستان، به ارمغان آموزشی از فنلاند بسیار بسیار خوش آمدید. قراره توی این وبینار من هر آن چیزی رو که در این سفر آموزشی یاد گرفتم و احساس میکنم میتونه به شما در سیستم آموزشی و مدیریت بهتر کلاستون کمک کنه خالصانه و با عشق باهاتون به اشتراک بذارم. اما چرا ما رفتیم فنلاند؟ و قرار بر این شد که سیستم آموزشی فنلاند رو ببینیم؟ به خاطر اینکه فنلاند یک کشور پرآوازه در سیستم آموزشی. شما هر جایی رو که سرچ میکنید، هر مقاله‌ای رو که میخونید، کلی کتاب در مورد سیستم آموزشی فنلاند نوشته شده و یه چیز کاملا طبیعیه که هر کسی که علاقه‌مند به سیستم آموزشی و امر تعلیم و تربیت باشه کنجکاو میشه که بره ببینه توی این کشور چه خبره که این همه پرآوازه شده و این همه کارهای مختلف انجام شده که بهترین و بالاترین بهره‌وری آموزشی رو داشته باشه. توی اینترنت وقتی سرچ میکنید یا مقالات مختلف رو وقتی میخونید نوشته شده برترین سیستم آموزشی دنیا، اما معمولا این تیتر خبری یک خبر خیلی رسمی نیست. یعنی میشه گفت که فنلاند جزء بهترین کشورهاییه که حالا سیستم آموزشی به نامی داره اما برترین نیست. خب بریم در ادامه ما یکی یکی اسلایدها رو ببینیم. اینکه چرا فنلاند انتخاب شده و این همه پرآوازه شده به این خاطره که شما الان این خانمی رو که اینجا میبینید سمت چپ، خانم آنا ماری، یکی از مدیران پرآوازه و به نام هلسینکی هستن که ایشون خیلی در سیستم آموزشی کشورهای مختلف هم فعال هستند و کمک میکنن به امر بهبود آموزش در کشورهای دیگه. یه نموداری رو نشون دادن. در این نمودار نشون داده شده که با توجه به ساعت آموزشی که بچه‌ها در مدرسه هستن و اون ساعت آموزشی که در خونه اختصاص میدن به یادگیریشون، میزان بهره‌وری هر کشور به چه صورت هست. چیزی که شما اینجا دارید میبینید، من تصویر خودم رو اینجا بسیار بسیار کوچیک کردم و تلاشم بر اینه که شما بیشتر خود نمودار رو ببینید. ببینید اولین کشور رو شما وقتی روی نمودار افقی دارید میبینید فنلاند رو داره نشون میده که پایین ترین ساعت آموزشی رو داره. توی مدرسه ساعت آموزشیشون خیلی کمتره. زمانی هم که میرن خونه، اون یادگیری خارج از مدرسه هم اشاره به میزان تکالیف و فعالیت هایی داره که بهشون داده میشه، اون هم کمه. اما اون نقطه قرمزا داره بالاترین بهره‌وری رو نشون میده، میزان بهره‌وری رو نشون میده، اما بالاترین بهره‌وری رو داره. در کنارش مثلا شما میایید همطور جلوتر که نگاه کنید چین رو میبینید که ساعت آموزشی کمی نداره، زمان اون میزان یادگیری که خارج از مدرسه صورت میگیره، تکالیفی که داده میشه اونم همچین کم نیست اما بهره‌وری بالایی نداره. یا در کشورهای حوزه خلیج ما امارات متحده عربی رو میبینیم که هم ساعتی که توی مدرسه هستند تقریبا زیاده و هم اون ساعتی که میرن خونه و کار میکنن اونم زیاده، اما باز هم بهره‌وری خیلی خیلی پایینی داره. شما تونس و امارات متحده عربی و اینها رو که نگاه میکنید بهره‌وری ها بسیار بسیار پایینه. حالا متاسفانه اصلا ایران توی این جدول نبود که ما ببینیم که میزان ساعتی که بچه‌های ایرانی در مدرسه هستن و میزان ساعتی که توی خونه میرن و تکالیف رو انجام میدن، بهره‌وری آموزشی ما نسبت به این ساعت به چه صورت هست. ایران نبود. دلیلش هم اینه که معمولا ایران آمار شفاف نمیده، یعنی خیلی شفاف بروز نمیده که چه خبره در سیستم آموزشی که بخواد حالا در سطح جهانی مورد مقایسه قرار بگیره با کشورهای دیگه. حالا اینی که میگن فنلاند برترین سیستم آموزشی دنیا هست، از اینجا به بعد قرار بر اینه که من بیام یک مقایسه انجام بدم در مورد سیستم آموزشی ایران و فنلاند. حالا ببینید اینی که مقایسه هایی که صورت گرفته بر اساس سوالاتی که خود شما از من پرسیدید. اگر یادتون باشه من در یکی از استوریا ازتون خواهش کردم که سوالاتتون رو بنویسید، به خاطر اینکه سوالات شما به من کمک میکنه که من چیزی رو از قلم نندازم و متناسب با خواسته های شما بخوام این وبینار رو، ابتدای وبینار رو طراحی بکنم و بتونم به سوالات شما پاسخ بدم. یه سری چیزایی رو که پرسیده بودید اینجا در مقایسه با خود ایران هم توضیح میدم که تفاوت
تفاوت بین سیستم آموزشی ما و سیستم آموزشی فنلاند، نقاط مشترک و متفاوتی که وجود داره مشخص بشه. اول از همه در مورد ساختار مقطع و سن بچه‌ها پرسیده بودید. ببینید ساختار مقطعشون مثل ما میمونه، یعنی اونا هم ابتدایی دوره اول دارن، دوره دوم دارن، دو متوسطه رو به همین صورت دو دوره رو دارن و بعد از متوسطه هم که دیگه وارد دانشگاه میشن. سنشون هم دقیقاً این بچه‌های خود ما هست. حوزه ابتداییشون دقیقاً سنشون عین بچه‌های ما هست، متوسطه هم به همین صورت هست. این شباهتی بود که ما بین ساختار بین مقاطعمون و سنینمون وجود داره، سنین دانش آموزامون وجود داره. اما یه تفاوتی که وجود داره، ببینید در فنلاند آموزش اجباری از پیش دبستانی شروع میشه تا سال نهم. یعنی همونطوری که توی ایران هم ما پیش دبستانی رو داریم، اما پیش دبستانی در ایران اجباری نیست. اونجا پیش دبستانی در ایران در فنلاند اجباریه و بعد از اینکه پیش دبستانیشون هم تمام میشه، مثل خود ما که پیش دبستانی 1 و 2 رو داریم، اونها هم به همین صورت دارن. بعد که پیش دبستانی تمام میشه و وارد مدرسه میشن، ابتدایی رو تا 6م تمام میکنن، متوسطه رو که میرن تا سال 9 اجباریه. تا سال 9 اینها باید حتما اجباری درسشون رو بخونن. مثل ما نیست که مثلا وقتی سال 9 درسشون رو ول میکنن میگیم این دیپلمش رو هم نگرفته. اونها از سال 9 به بعد 3 تا ساختار رو برای دانش آموزشون مشخص میکنن، 3 تا راهکار براش میذارن. میگن الان که 9 تمام شد، یا میتونی وارد رشته های نظری بشی، وارد دبیرستان بشی، رشته های نظری رو بخونی مثل همون ریاضی، فیزیک و علوم تجربی و رشته های انسانی رو که ما داریم، یا اینکه میتونی وارد یک فن و حرفه بشی مثل همون فنی حرفه‌ای و علم و دانش کار و دانشی که ما داریم به این صورت. یا اینکه میتونی وارد بازار کار بشی. چرا میتونه وارد بازار کار بشه؟ یعنی این سومین راه رو هم براش گذاشتن، به خاطر اینکه سیستم آموزش فنلاند چه در ابتدایی چه در دوره متوسطه اول بسیار مهارت محور، مهارت یاد میگیرن و در کنار اون روی کارآفرینی هم با بچه‌ها خیلی کار میشه. یعنی دانش آموزی که دیگه 9مش رو میگیره، مطمئناً یک داشته‌ای در مدرسه بهش داده شده و چه از نظر مهارتی و چه از نظر دانش و کارآفرینی، و این میتونه خیلی راحت وارد بازار کار هم بشه. ساعت آموزشی و ورود و خروجشون، ببینید فنلاند جزء کشورهایی هستش که بچه‌ها کمترین ساعت‌ها رو در مدرسه هستن. ما زمانی که رفتیم خب ساعت 8 صبح ما باید توی مدارس بودیم، اما بچه‌ها 8:30 تا 8:45 صبح می اومدن و کلاساشون شروع می شد. حالا من ابتدا فکر می کردم که به خاطر اینه که اونجا هوا خیلی حالا سرماش که همیشگی بود، اما به خاطر اون تاریک بودن هوا گفتم شاید به خاطر اینه. اما بعد که برگشتم و میخوندم، حالا بیشتر مطالعه میکردم، میدیدم که نه، کلا کیفیت خواب دانش آموز براشون خیلی اهمیت داره و یکی از دلایلی که نسبت به کشورهای دیگه بچه‌ها دیرتر وارد مدرسه میشن به خاطر اینه که خواب با کیفیتی داشته باشن. یعنی حالا خوابالود نخوان بیان سر کلاس، انرژی خوبی داشته باشن وقتی میان. ساعت خروجشون هم متفاوت بود. ببینید در بعضی از مدارس تا ساعت 12:30 تا 1:01 بود، در بعضی از مدارس هم تا ساعت 3 بعد از ظهر اینها ساعت آموزشی داشتن. زنگ کلاس ها و ساعت های کلاسیشون عین ما بود، دقیقاً 40 تا 45 دقیقه سر کلاس هستن و 15 دقیقه هم زنگ تفریح رو داشتن. از نظر محتوای درسی خیلی پرسیده بودید محتوای درسیشون به چه صورت هست. محتوای درسیشون دقیقاً عین خود ماست. خب یعنی عنوان موضوعات درسی مثل ماست. بچه ها ریاضی دارن، حالا فارسی که ما میگیم نه، اونا فنلاندی و سوئدی دارن، علوم رو دارن، مطالعات اجتماعی رو دارن، تاریخ رو دارن، درس‌های هنر رو دارن، ورزش رو دارن، دینی رو دارن، تمام این درس‌ها رو دارن. اما خب شیوه کارش با ما فرق میکنه. اونها
موضوع محور تدریس میکنن، با ما متفاوته. حالا جلوتر که بریم توضیح میدم خدمتتون به چه صورت هست. اما یه چیزی که هست در مورد کتاب‌های درسیشون، کتاب‌های درسی درسته از نظر عنوان درسی مثل حالا ما هستن ریاضی و علوم و اینجور چیزها، اما محتوا با ما بسیار متفاوته. از اونجایی که سیستم آموزشی فنلاند یک سیستم متمرکز نیست، یعنی مثل ما نیست که یک وزارتی وجود داشته باشه و وزارت بخواد برای تمام معلم‌ها در تمام مدارس در تمام حتی روستاها و جاهایی که اصلا دیده هم نمیشه بخواد تصمیم بگیره. اونجا به این صورت نیست. اونجا یک وزارت آموزش و پرورش وجود داره، اما دیگه ادارات آموزش و پرورش در ایالت‌ها وجود نداره. یه وزارت وجود داره، وزارت میاد اهداف آموزشی رو مشخص میکنه، اهداف آموزشی رو به شورای شهر، حالا هر شهر و استانی ابلاغ میکنه، داده میشه و از اونجایی که دیگه مدیران مدارس رو شورای شهر انتخاب میکنه، شورای شهر میاد مدیر مدرسه رو انتخاب میکنه. مدیر مدرسه رو هم وقتی میخواد انتخاب کنه کلی اصول داره، یعنی اولین شرطی که یک مدیر مدرسه باید در اونجا داشته باشه اینه که تسلط کامل بر تمام محتوای 6 پایه رو باید داشته باشه و در کنار اون کلی ساعت‌های لیدرشپ و رهبری رو باید گذرونده باشه و مسلط باشه. در زمینه تکنولوژی هم باید تسلط بسیار کاملی داشته باشه. یعنی خیلی انتخاب مدیر در اونجا با انتخاب مدیر در سیستم آموزشی ما واقعا متفاوته. معیارهای اونها اصلا با معیارهایی که اینجا در نظر گرفته میشه برای انتخاب مدیر خونده نمیشه. مدیر وقتی که میاد خودش معلم ها رو میگیره، مدیر با معلم ها مصاحبه میکنه و معلم ها رو انتخاب میکنه. خب اهداف درسی از طریق وزارت ابلاغ شده. اینجا دیگه میان به مدیر به معلم ها میگن که شما با توجه، مثلا شما معلم کلاس 4، با توجه به اهداف آموزشی که در کلاس 4 برات مشخص شده کتاب چیکار میخوای بکنی؟ حالا یک معلم ممکنه بگه من کتاب نمیخوام، خودم محتوا طراحی میکنم. یه معلم هم میگه چرا من کتاب میخوام. اما کتاب ها به این صورت نیست که وزارت به اینها کتاب بده. یه سری انتشاراتی ها وجود دارن که مثلا مثال میزنم، اگر 10 تا انتشاراتی وجود داشته باشه 10 تا کتاب مختلف برای علوم 4 چاپ میشه، 10 تا کتاب مختلف برای ریاضی 4 چاپ میشه و بعد معلم میره میبینه حالا متناسب با خواسته های خودش، متناسب با سطح کلاس خودش، متناسب با سلیقه آموزشی که داره کتاب مورد نظرش رو انتخاب میکنه. اما کتاب هم وقتی انتخاب میشه، ما کتاب‌هاشون رو که میدیدیم، کتاب‌ها از نظر حجم کتاب تقریبا تفاوتی با کتاب‌های ما نداشت. ما همیشه مینالیم از اینکه کتاب‌های ما خیلی زیاده. خب اونها هم حجم کتاباشون زیاد بود. اما معلم آزادی عمل داره. به این صورت نیست که برای ما بودجه بندی مشخص میشه، میگن از اینجا تا اینجا رو تو این ماه درس بده، از اینجا تا اونجا رو هم توی فلان ماه درس بده. اونجا به این صورت نیست. معلم چون آزادی عمل داره و تمام اختیارات آموزشی به معلم داده شده، میاد میگه که آقا مثلا من در فصل 3 میدونم تا اینجا یاد بدم، این هدف آموزشی وزارت رو پوشش میدم، دیگه نیازی نیست بخوام خیلی ادامه بدم. به خاطر همین هیچ ضرورتی نداره که یک کتاب بخواد تا پایان سال تحصیلی تمام بشه. کتاباشون هم خب توی خود مدرسه معمولا به صورت ایبوک بود، چون بچه‌هاشون یا تبلت داشتن یا لپتاپ داشتن. لپتاپ و تبلت رو هم در ابتدای سال مدرسه به دانش آموزان کلاس 3 تا 6 میده، اینها رو در اختیارشون قرار میده و بعد مدرسه که تموم میشه آخر سال که میرسه اینها رو ازشون میگیره. توی خود مدرسه کتاب ها به صورت ایبوک بود، اما ورک بوک داشتن. در کنار ایبوکشون کتاب های ورک بوک رو هم داشتن. ورک بوک ها همه با چاپ سیاه و سفید بود، اصلا رنگی نبود. و من کتاب ریاضی 4 رو که داشتم نگاه میکردم، حالا ورک بوکش رو میدیدم، دقیقاً مطالب مربوط به کسرها بود. یعنی خود هدف آموزشی ها تفاوتی با هدف آموزشی های ما نداشت، چون خب کتاب های آموزشی ما در زمینه ریاضی و علوم خب خیلی ایده برداری شده از کتاب‌های اونها، به خاطر همین محتواها به هم نزدیک بود. اما خب میگم آزادی عمل معلم با ما خیلی متفاوت بود.
این از محتوای درسی. یه سوال دیگه در مورد شیوه استخدام معلم ها پرسیده بودید. ببینید معلم هاشون اولا که همه باید فوق لیسانس باشن، فرق نمیکنه توی چه پایه‌ای هم میخوان تدریس بکنن، از مهد کودک گرفته تا کل پایه های متوسطه و دبستان معلم ها باید فوق لیسانس باشن. همه‌شون در دانشگاه تربیت معلم درس میخونن. یه چیزی حدود علاوه بر اون دروس نظری که میخونن حداقل 65 ساعت پداگوژی میگذرونن، یعنی تمام اصولی که مربوط به مدیریت کلاس و هر چیزی که یک معلم باید بدونه و یاد بگیره تمام اینها رو میگذرونن. دانشگاه بسیار سرسختیه، دانشگاه تربیت معلمشون دانشگاه بسیار سرسختیه، سختگیره و خیلی راحت خروجی نمیده. بعد از اینکه حالا اینها دیگه خارج شدن و فوق لیسانسشون رو گرفتن و آماده بودن، میان درخواست میدن به مدارس مختلف. یعنی اونجا اصلا اینجوری نیستش که ما بگیم یه سری مدارس دولتیه، یه سری مدارس غیر انتفاعی. نه، یه مدل مدرسه بیشتر نیست و سیستم جذبشون هم دقیقا همین طوریه که میگم. بعد از اینکه تمام میشه و میان صحبت میکنند، مدیر و معاون آموزشی مدرسه باهاشون مصاحبه میکنن و بعد اگر که تو مصاحبه قبول شدن اینها رو جذب میکنن. اما یه چیزی که جالبه، با توجه به این سرسختی که توی مدارس وجود داره و با توجه به سختگیری و حساسیت و ظرافتی که مدیران اینها در آموزش دارن، باز هم گفتن که ما یکی از چالش هایی که داریم جذب معلم خوبه. یعنی یکی از چالش های آموزشی اونها هم جذب معلم خوب و خلاق بود که بتونه توقعات آموزشی کشور فنلاند رو برآورده کنه. خب این نشون دهنده حساسیتی که در انتخاب معلم هست. خب این حساسیت خیلی متفاوت میشه با سیستم آموزشی ما. اون ظرافت‌هایی که در نظر گرفته میشه و معمولاً ظرافت‌های تخصصی و سلامت روان در نظر گرفته میشه با معیارهایی که در سیستم آموزشی ما در نظر گرفته میشه، خب یک مقداری متفاوت بود. یه چیز دیگه که خیلی از من پرسیده بودید در مورد میزان درآمد بود، میزان درآمد یک معلم فنلاندی و یک معلم ایرانی. خب ببینید اصلا قابل مقایسه نبود، اصلا قابل مقایسه نیست، به خاطر اینکه خب هم کیفیت زندگی و هم هزینه زندگی در ایران و اونجا خب با هم همخونی نداره. کیفیت زندگی اونجا خیلی بالاتره، اما هزینه های زندگی چندین برابر ایران. واقعا هزینه های زندگی وحشتناک بود اونجا. اما میزان درآمدشون حداقل از 3200 یورو شروع میشه. یعنی یک معلمی که صفره و تازه وارد سیستم آموزشی میشه میخواد اونجا کار کنه، 3200 یورو درآمدش هست و حالا به ازای سالهای تجربه و سابقش که بالاتر میره خب درآمدش بیشتر میشه. مثلا یک معلمی که حدوداً 7 یا 8 سال سابقه کار داشته باشه بین 4000 تا 5000 یورو درآمدش هست. مدیر مدرسه حدوداً 8000 یورو درآمدش بود. اما با توجه به این درآمدی که دارن خب حدود 30% هم مالیات میدن، یعنی این دریافتیشون نیست، یک مالیاتی هم از این کسر میشه. بنابراین درآمدها قابل مقایسه نیست. اما از نظر ساختار کلاس، چیدمان کلاس و قلب مدرسه، ساختار کلاس و چیدمان کلاسشون زمین تا آسمون با ما متفاوت بود. کلاس های بسیار بزرگی دارن. به شدت معتقدن که بچه ها در فضای بسته خسته میشن و باید کلاس ها بزرگ باشه. بعد معتقد بودن، گفتن مدارس باید کلن به شکل دهکده ساخته بشه، دهکده نوین باشه، ساختار دهکده طوری داشته باشه و بعد وسط این دهکده حالا یک قلب آموزشی وجود داشته باشه. این قلب آموزشی یا قلب مدرسه بر اساس هدف اصلی هر مدرسه مشخص میشد. یک مدرسه ممکن بود که هدف اصلیش تقویت مهارت‌های ورزشی باشه، بنابراین بیشترین ساختار مدرسه و بیشترین فضای مدرسه به سالن‌های ورزشی مدرسه اختصاص داده میشد. یه مدرسه میگفت که من ادراک محورم، من درک مطلب برام مهمه. مثل یک مدرسه 850 نفره که ما رفتیم ادراک محور بود و میگفت ما درک و دریافت برامون مهمه. قلب مدرسه که یک سالن بسیار بسیار بزرگ و شکیل و مجهز بود، این رو اختصاص داده بودن به زبان مادریشون. یعنی زبانی که ما رسیدیم بچه های کلاس سوم اونجا نشسته بودن و
با معلم هاشون اونجا داشتن تحلیل و نقد یک داستان و بازنویسی یک داستان رو داشتن کار میکردن و من یه 10 دقیقه هم اونجا نشستم و کارشون رو دیدم به چه صورت هست. چیدمان کلاسی ها، معمولا چیدمان کلاس ها بر اساس گروهه. میزها به صورت مثلثیه، خب میزهاشون مثلثی شکل هست و اینها در کنار میتونن خیلی راحت متناسب با برنامه‌ای که دارن چیدمانشون رو تغییر بدن و خیلی سریع متناسب با کارشون بچه ها بشینن. حالا گروه میخواد 3 نفری باشه، 4 نفری باشه، 2 نفری باشه. توی راهروهای مدرسه و فضای آزاد مدرسه، جاهایی که بچه ها غیر از کلاس های درسیشون بود، مبلمان های راحتی فراوون بود. یعنی مبلمان ها، کاناپه ها و صندلی های راحت. یعنی شما وقتی وارد می شدید دقیقاً احساس می کردی وارد خونه دومت شدی. یعنی فضای مدرسه مثل مدارس ما نبود که خشک باشه، یه سری نیمکت چوبی باشه، صندلی های چوبی باشه، میز معلم باشه و دانش آموز وقتی میاد بگه وای من دوباره وارد مدرسه شدم. نه، اینجوری نبود. فضای مدرسه واقعا انگار خونه بود، اینقدر که مبلمان و وسایلی که توی خونه راحت گذاشته میشه. میزهای گرد فراوون بود در چیدمان‌هاشون، میزهای گرد زیادی استفاده شده بود به خاطر اینکه این میزهای گرد بچه‌ها میتونن خیلی راحت دورش بشینن و کارهای گروهی رو انجام بدن و میز گرد کلاً یه حس خوبی رو هم به دانش آموز انتقال میکنه. برنامه ریزی در مدارسشون به چه صورت بود؟ یه چیز جالب بگم براتون. ما معمولا اول مهر که میشه، اول مهر که نه، از اواسط مرداد خب بخشنامه های پروژه مهر میاد و برنامه ریزی ها میاد و مدارس کمی داریم که تقویم اجرایی دقیقی برای سال آیندهشون داشته باشن، یعنی برای مهر تقویم اجرایی جدیدی داشته باشن. خب کم داریم. معمولا این تقویم اجرایی ها رو ما در مدارس غیر انتفاعی فکر میکنم بیشتر میبینیم نسبت به مدارس دولتی. مدارس دولتی معمولا این برنامه ریزی ها و آماده شدن ها برای مدرسه در حد پروژه مهر و ارسال یک سری گزارش ها و عکس ها به اداره هست دیگه، هممون دیدیم اینها رو. اما اونجا به این صورته که سال تحصیلی وقتی داره تمام میشه، مثلا 1 ماه مونده به پایان سال تحصیلی، در طول همون سال تحصیلی خب اینها جلسات بسیار زیادی رو میگیرن، چه با اولیایشون، چه با معلمهاشون، چه با مدیران مدارس مختلف. خب یک مدیر و مدیران مثلا اون منطقه و بسیار بسیار مشتاقن نسبت به بارش فکری، میشینن با هم مشورت میکنن و صحبت میکنن و ایده میگیرند. مثلا در طول سال میگفت ما با اولیا مرتب جلسه میگیریم، ازشون نظر میخوایم در مورد سیستم آموزشی، در مورد بهتر شدن فضای مدرسه چیکار کنیم و فرقی هم نمیکنه، همه اولیا میان حرف میزنن، صحبت میکنن. بعد ما خیلی برامون جالب بود، گفتیم خب اولیای شما شاید تخصص آموزشی رو نداشته باشن بخوان به شما حالا هر ایده‌ای رو بدن و شما بخواید اجرا کنید. آیا واقعا براتون اجراییه؟ گفتن نه، طبیعیه که بر ما اجرایی نباشه، اما بر اساس اصل دموکراسی معتقد بودن به شدت به این اصل دموکراسی. بر اساس اصل دموکراسی خب همه میان صحبت میکنن، شاید یکی از این اولیا نظری داشته باشه که واقعا به بهبود سیستم آموزشی کمک کنه. اگر اون ایده عملی باشه و بتونه کمک بکنه، ما حتما ازش استفاده میکنیم. پس ما نیاز داریم که مرتب جلسه بگیریم و اینها بیان ایده هاشون رو به ما بگن، چون ما در بعضی از جاها واقعا خیلی از نقاط آموزشی رو نمیتونیم ببینیم و اولیا بهتر از ما میبینن و میان به ما منتقل میکنن. خب این واقعا متفاوت بود، یعنی با سیستم آموزشی ما زمین تا آسمون تفاوت داره. بعد حالا برنامه ریزیه که اینا می اومدن و ایده ها رو می گرفتن و جمع و جور می شد، می گفت ما قبل از اینکه سال تحصیلی تمام بشه، مثلا 1 ماه مونده به سال تحصیلی که الان درش هستن، برنامه سال تحصیلی آیندهمون رو میبندیم و بعد وارد تعطیلات تابستان میشیم. یعنی معلم و مدیری که دیگه وارد تعطیلات تابستان میشه، مثلا مثال میزنم، شما فکر کنید که توی ایران همچین برنامه‌ای داره اجرا میشه و من از اول خرداد میخوام وارد تعطیلات تابستونم بشم، تعطیلاتی که حالا ما تو جنوب از خرداد میگیم تعطیلاتمون شروع میشه دیگه، بخوام
وارد تعطیلات بشم، من توی اردیبهشت برنامه سالم رو بستم تحویل مدیر دادم، اونم با ریز جزئیات نوشتم، یعنی برای هر درس کی میخوام برم اردو، کی میخوام چیکار بکنم، کی قراره بیاد، کجا قراره برم، همه اینها رو با ریز جزئیات برای مدیر نوشتم، یک برنامه مدون تحویل دادم و رفتم. بعد دیگه وقتی اینا میرن تابستون دیگه کاری برای اول مهر ندارن. مثل ما نیست که مثلا تو شهریور که میشه تازه یهو میافتیم به ولبشو و چیکار کنیم و چیکار نکنیم و بخوایم خیلی از کارها رو جا بمونیم و هول هولکی یه سری چیزا بخواد انجام بشه. خب برنامه ریزیشون خب خیلی با ما واقعا تفاوت داشت. در مورد بروز شدن معلم هاشون، خب مدرسه‌ای که ما رفتیم با توجه به صحبتی که شد میگفتن ما یکی از چالش هامون اینه که چالش جذب معلم خلاق و معلم خوب رو داریم. اونم میگم به خاطر اینکه توقعات آموزشیشون واقعا بالاست. بروز شدن معلم ها، اون مدرسه‌ای که ما رفته بودیم معلم ها 7 سال بود اونجا ثابت بودن، 7 سال بود و مدیر راضی بود، میگفت که ما معلم های بسیار خلاقی داریم و راضی بود ازشون. بعد گفتیم که خب شما چطوری معلماتون رو بروز میکنید؟ میگفت مدیر میگفت که من خودم از 0 تا 100 همه کار معلم ها با خود منه، یعنی خودم رصد میکنم. از اونجایی که مدیر هم به محتوای 6 پایه مسلط هست، میگفت من خودم کاملا رصد میکنم و میدونم کدوم معلمم کجا ضعف داره، کجا باید بهش کمک کنم. بعد یه چیزی که بود، سیستم دانشگاه اینها با سیستم آموزشیشون از هم قطع نشده بود، یعنی اینها جدا نبود از هم. مثل ما نیست که شما وقتی دیگه دانشگاه تمام شد و تصفیه کردی دیگه حاجی مکه هر کی میره و تمام میشه، نه، همچنان اون ارتباط بین دانشگاه و آموزش در مدارس برقرار بود. میگفت مرتب دانشگاه ها و کتابخونه هاشون مقالات جدید آموزشی، دوره های جدید آموزشی، متد های جدید آموزشی رو در قالب مقالات مختلف به اینها میدن و مرتب اینها رو ساپورت میکنن. یعنی اینها از نظر اطلاعات و دانش تخصصی مدام در حال تغذیه شدن هستند. دیگه اصلا شما عقب نمیمونی که خودت بگی که ای وای من فلان جا ضعف دارم، نیاز دارم برم فلان دوره رو ببینم یا فلان کتاب رو بخونم. مرتب محتوای جدید رو خود دانشگاه ها در اختیار معلمین مدارس میذارن و اینها مدام در حال آپدیت شدن و بروز شدن هستند. بعد یه چیزی که خیلی جالبه اونجا، ببینید سیستمشون بنابر اصل اعتماده، یعنی این اعتماده موج میزنه و انسانهای بسیار بسیار مسئولیت پذیر هستند. واقعا نسبت به هم اون تعهده و مسئولیت هست. یعنی اگر که میگن این مقاله جدیده و تو باید بخونی، واقعا میخوننش. مثل ما نیست که اگر یه مقاله هم حالا برای ما کپی بشه، به ما داده بشه، بذاریم تو کیفمون. حالا همه رو نمیگم، اکثریت خودمون رو در سیستم آموزشی دارم میگم، حالا یه روزی شاید بخونیم، یه روزی هم شاید اصلا نخونیمش. مورد بعدی در خصوص مقایسه سیستم آموزشی ایران و فنلاند برمیگرده به شیوه تکلیف دهی. ببینید در همون نمودار ابتدای وبینار نشون دادم که سیستم آموزشی فنلاند کمترین ساعت آموزشی رو هم در مدرسه داره هم در خونه. اما اصلا اینجوری نیست که تکلیف نمیدن. یعنی یه چیزی که در فضای مجازی مخصوصا تازگی‌ها خیلی بولد شده و داره رواج پیدا میکنه، این که توی کشورهای پیشرفته تکلیفی به دانش آموز داده نمیشه و اینها وقتی میرن خونه دیگه تکلیف ندارن. و نه، اصلا از این خبران نبود. واقعا اونها هم تکلیف داشتن، حتی در پایه‌های اول و دوم با توجه به تعصبی که نسبت به تقویت خوندن و نوشتن بچه‌ها داشتن فعالیت‌های زیادی داده میشد، اما ساعت داشت. گفتن حد اکثر تکلیفی که میدیم دیگه نباید بیشتر از 1.5 ساعت زمان دانش آموز را در خونه بخواد بگیره. از نیم ساعت شروع میشد تا 1.5 ساعت متناسب با پایه مورد نظر تکلیف داده میشد. بعد خب اینجوری هم نبود که حتما همه تکلیفایی که بهشون داده میشه تکالیف عمل کردی باشه یا تکالیفی باشه که فعالیت محور باشه. نه، ورک بوک هم داشتن، تکالیف نوشتنی هم داشتن. یه سری از تکالیفشون تقریبا شبیه به تکالیف ما بود، اما تکلیف بود. اینجوری نبودش که
بگیم اصلا هیچ گونه فعالیتی نداشتند. در خصوص لباس فرم در مدارس، لباس فرم در مدارس ندارند. در فنلاند بچه ها با هر لباسی که میخواستن میومدن، کفشاشون هم در می آوردن، با همون جوراباشون در فضای مدرسه میچرخیدن. توی فنلاند لباس فرم برای مدارس نبود، معلم ها هم لباس فرم نداشتن، اما معلم ها لباس خارج از عرف هم نمی پوشیدن. حالا لباسایی که می پوشیدن در حد حالا همون بلوز و شلوار رو، یا اگر پیراهنی می پوشیدن باز هم با جوراب ضخیم. حالا اون دیگه من نمیدونم بنا به عرف آموزشیشون بود یا بنا به سرمای هوا بود، نمیدونم، ولی خب لباس خارج از عرفی پوشیده نمیشد و لباس فرم هم نداشتن. اما توی تالین استونی که رفتیم، اونها چرا بچه ها لباس فرم داشتن. از بچه های کلاس اول تا ششم دبستان لباس فرم اجباری داشتن. شیوه تشویق معلم هاشون هم ببینید اصلا به این صورت نبود که جشنواره‌ای بخواد برگزار بشه یا طرح رتبه بندی اینها بخوان داشته باشن، نمیدونم معلم نمونه بخوان انتخاب کنن. نه، اصلا از این خبران نبود. اما سیستم تشویق رواج داشت. ولی خب یه چیز خیلی جالب که تعریف میکرد مدیرشون، میگفت ما کلن سیستم همکاری بر سیستم رقابت برای ما برتری داره. ما کلن به گونه‌ای کار میکنیم که باید با هم همکاری داشته باشیم. حالا همکاری هم قشنگ مشهود بود در سیستم آموزشیشون. مثلا شما وقتی میرفتید همون اول صبح، در ابتدا اگر که 3 تا معلم چهارم داشتن، اول توی یه سالن بزرگ همه کلاس چهارمی‌ها رو جمع می‌کردن. معلمای کلاس چهارم هم همه با هم همون جا بودن. برنامه‌ها رو میدونستن، یعنی مثلا کلاس الف میدونست این ساعت کلاس ب قرار چه کارهایی رو در کلاسش انجام بده. اصلا چیز پنهونی نداشتن و مدام هم در فضای مدرسه خب اتاق‌های فکر داشتن که جلسات مختلف برگزار میکردن و همشون همدیگر رو یاری میکردن. اما گفتیم خب مثلا میشه شما واقعا سیستم تشویقی نداشته باشید؟ میگفت چرا، ما تشویق میکنیم، اما نه تشویقی که خارج از مدرسه بخواد باشه. در ابتدای سال که معلم ها رو میگیریم، خیلی شفاف برای معلم ها اهداف آموزشی رو مشخص میکنیم. بعد بهشون میگیم مثلا ما یه سری تارگت آموزشی داریم، آیا تا پایان سال میتونن به تمام اون توقعاتی که ما داشتیم برسن و جواب مثبت بدن، یعنی میتونن اون بازخورد مد نظر رو به ما بدن. آخر سال میسنجیم، اگر که ببینیم که بله مثلا تمام توقعات و تمام چیزهایی رو که ما خواستیم حتی بالاتر از سطح انتظار ما هم انجام دادن، مثلا برای تعطیلات کریسمس میشه یا تعطیلات آخر سال که میشه یک مهمونی یا یک جشن رو که میگیریم، به صورت شفاهی تشویقشون میکنیم و یه هدیه کوچیک به اون 3 تا معلمی که امسال نسبت به بقیه خیلی بیشتر فعالیت کردن و تونستن تمام اهداف آموزشی ما رو پوشش بدن، اونها رو تشویق میکنیم. اونها هم خیلی خوشحال میشن. تشویق‌ها در همین حد دیگه مثل ما نیست که حالا فلان جشنواره برگزار بشه یا نمیدونم معلم نمونه و این داستان‌ها اصلا در بین اونها مرسوم نبود. مورد بعدی در خصوص بازخوردهای درسی. بازخوردهای درسیشون هم مثل ما بود، هم بازخورد شفاهی داشتن، هم بازخورد تلفیقی داشتن، هم بازخورد کتبی داشتن. اما کارنامه هایی که میدن، کارنامه هاشون با ما متفاوته. ما کارنامه کتبی رو 2 بار در سال، یعنی پایان هر ترم 2 بار در سال به دانش آموزانمون میدیم. یه بار خب هم از پایه اول تا پایه ششم ما کارنامه میدیم، اونها از پایه اول تا پایه سوم رو به صورت کتبی دیگه کارنامه نمیدن. یعنی پایان ترم هم بازخورد شفاهی به خانواده ها میدن و بچه های 4م تا 6مشون 2 بار در سال مثل ما کارنامه دارن. این هم از بازخوردهاشون بود، بازخوردهایی که میدن. اما یه چیز دیگه که جالب بود تزیینات کلاسیشون بود. تزیینات کلاسیشون، حالا من توی اسلایدهای بعدی عکس‌های چیدمان‌های کلاسی و تزیینات کلاسی رو باهاتون به اشتراک میذارم، میبینید. تزیینات کلاسیشون هم به شدت با ما متفاوت بود. یعنی به این صورت نبود که حالا برنامه کلاسی تزیین شده روی در و دیوار باشه. نمیدونم این تازگی‌ها یه چیز جدیدی هم حالا طرح حضور و غیاب و نمیدونم لامپ و زنبور و اینجور چیزایی که به کلاس ها میزنن، این طرحهای حضور غیاب و طرحهای تشویقی و اصلا از این خبرها نبود.
در و دیوار پوشیده بود از کارهای خود دانش آموزان. اکثر کارهایی هم که به در و دیوار زده شده بود و کارهای خود دانش آموزان بود تماما فعالیت‌های آموزشی بود. یعنی یا خلاصه داستان‌هایی بود، نمودارهای داستان نویسی‌های بچه‌ها بود، یا نقش مفهومی‌ها بود، یا تمام این دیوارها پوشیده شده بود از کلیدواژه‌ها و واژه‌های کلیدی که خیلی از کلیدواژه‌های درس‌های مختلف بود. حالا میگم جلوتر که بریم نشون میدم در اسلایدهای مختلف. تمام در و دیوارها با همین چیزها پوشیده شده بود. یعنی یه چیزی که ما تو کلاسامون داریم، مثلا میگیم خب برنامه کلاسی رو خیلی بزرگ میزنیم توی کلاس، اونها برنامه کلاسیشون در حد یک کاغذ آچار بود و در و دیوارهای کلاس هم اکثرا شیشه‌ای بود، یعنی خیلی شفاف بود، بیرون همه چیز رو شما میدیدید. در حد یک کاغذ آچار برنامه زده میشد و فضای دیگه گرفته نمیشد و اکثر فضای کلاس برای اهداف آموزشی ازش استفاده میشد. یعنی اصلا هیچ چیزی که بدون هدف باشه، بدون پشتوانه باشه روی دیوار شما نمیدیدید. حتما یک موضوعی رو داشت آموزش میداد. در خصوص شیوه بازخوردهی رفتاری به دانش آموزان، خب ببینید این خیلی جالب بود. یک برنامه بسیار بسیار شفاف داشتند که بر اساس اون شفافیتی که در برنامه بازخوردهی رفتاری بود نسبت به هر خطا درجه بندی داشت. مثلا اگر دانش آموزی حرف بد بزنه، این خطای درجه 1 هست، خب خطاش مثلا درجه 1 هست و الان شما یک 15 دقیقه معلم باید باهاش صحبت کنه یا 3 بار باید بهش تذکر داده بشه و بعداً به مشاور مدرسه ارجاع داده بشه. اما با توجه به لیستی که حالا مشکلات رفتاری دانش آموزان رو نشون میداد، اول از همه بازخوردی که باید داده میشد از سمت معلم بود. 3 بار معلم باید صحبت میکرد و بعد از 3 بار اگر میدیدن تغییری در دانش آموز به وجود نیومده، بعدا اون رو ارجاع میدادن به مشاور مدرسه و اولیا دیگه در جریان قرار میگرفتن و بعداً رسیدگی میکردن. اما کلا چیزی که حالا خودشون صحبت میکردن، مدیر مدرسه میگفت خیلی کم پیش میاد که بعد از 3 بار تغییری در رفتار دانش آموز به وجود نیاد. بعد از اینکه ما تقریبا مطمئنیم که وقتی معلم باهاش صحبت میکنه این مشکلش برطرف میشه. خب توی مدارس هم یک تیم سلامت روان وجود داشت، یعنی علاوه بر مشاور مدرسه یک روانشناس بود، یک پزشک بود و اینجوری نبودش که اگر یک موردی دیده بشه حالا مدرسه بخواد لنگ بمونه و اینو ارجاع بده به اداره و بخواد پیگیری بشه و اولیا رو بخواد. خیلی سریع بعد از 3 بار تذکری که معلم میداد و صحبتایی که باهاش میشد، اگر که میدیدن تغییری صورت نگرفته، بعدا دیگه ارجاع میدادن به تیم سلامت روان مدرسه. خب من تا به اینجا تفاوت‌هایی رو که با توجه به سوال‌هایی که از من پرسیده بودید همه رو گفتم خدمتتون. سعی کردم خیلی هم خلاصه بگم که برسیم به ادامه محتوای آموزشیمون. از اینجا به بعد میخوام این چیزهایی رو که بهتون گفتم در خصوص تفاوت‌ها در چیدمان‌ها با تصویر بهتون نشون بدم. گفتم در و دیوار مدرسه ها الان از نزدیک دارید می‌بینید. هم در و دیوار مدرسه ها و هم چیدمان مدرسه بیشتر مبلمان‌های خونگی و راحت بود. شما فضای خونه رو درش احساس می‌کردید. میزهای گرد زیادی اونجا دیده می‌شد به خاطر انجام کارهای گروهی. میزهای مثلثی شکلی که گفتم خدمتتون که معلم‌ها خیلی راحت متناسب با هدف آموزشی که داشتن میزها رو کنار هم دیگه می‌چیدن و متناسب با کاری که داشتن اونها رو انجام میدادن. الان اینجا خب زنگ درسیشون هست، این معلم زبانشون هم بود. یا چیز دیگه‌ای که گفتم خدمتتون در خصوص مبلمان‌ها، باز هم مبلمان‌های راحتی. این کلاس اول و دومشون بود، تنها کلاس‌هایی که به صورت انفرادی نشسته بودن و میزهاشون مربعی شکل بود و از هم جدا نشسته بودن بچه‌های کلاس اول و دوم بود. اونها توی کلاس حالا دیگه خب تصمیم خود معلم بود، به صورت جداگانه نشسته بودن، اما در فضای بیرون از کلاس خب یک عالمه میزهای گروهی بود، یک عالمه فضایی بود که اینها باز هم اگر نیاز باشه فعالیتی رو بخوان به صورت گروهی انجام بدن در خارج از فضای کلاسشون هم بتونن انجام بدن. اینجا
یک تصویر سمت چپ یک مدرسه سنتیه، سمت راستی یک مدرسه نوین 850 نفره بود. در مدرسه سنتی باز هم حالا جایی برای نگهداری کفشاشون نبود، اما همه بچه‌ها خب کفشا رو در می آوردن، کاپشنا رو آویزون میکردن و میرفتن سر کلاس. باز هم دیوارها رو ببینید تماما کارهای خود دانش آموزان هست. اینجا در تصویر سمت راست این مدرسه 850 نفر دانش آموز داشت و به ازای هر دانش آموز یک کمد برای نگهداری کاپشن و کیفش بود، یه جای مخصوص بر نگهداری کفشاشون بود و یک سری طبقات خیلی باریک بود برای نگهداری پوشه ها و حالا کارهای کاغذی که در مدرسه انجام میدن اونها رو بخوان نگهداری بکنن. این تصویر کتاب‌های درسیشونه. گفتم خدمتتون کتاب‌های درسی اونها وقتی شما نگاه می‌کنید از نظر محتوا خیلی با ما تفاوتی نداره. حجم محتوا هم الان تقریبا کتاب جغرافیشون هست، از نظر محتوا هم عین ما هستن، با این تفاوت که اونجا خب معلم آزادی عمل داره، هر جایی که نیاز باشه از کتاب رو تدریس میکنه. این کارگاه هنرشون بود. ببینید توی فنلاند و سوئد و حالا همون سمت استونی این صنعت چوب خیلی نقش داره و خیلی پررنگ اونجا. حالا به خاطر جنگل هایی هم که وجود داره صنعت چوبشون خیلی میتونن ازش کسب درآمد داشته باشن و جالبه که در مدارسشون کارگاه های بسیار مجهز در حد نجاری های بسیار پیشرفته با دستگاه های بسیار مجهز وجود داره که بچه ها کار با دستگاه رو یاد میگیرن. الان ایشون معلم کلاس درسیشون بود، اما زنگ نجاریشون رو هم خود ایشون مدیریت میکرد و بچه ها کار با دستگاه های بسیار خطرناکی که ما میدیدیم میگفتیم این خطرناک نیست، میگفت نه دیگه اینها یاد گرفتن، باید یاد بگیرن که چطوری از خودشون مراقبت کنن. خب صندلی میساختن، لونه پرنده میساختن، انبار چوب داشتن که قشنگ عین یه نجاری یک عالمه چوب برای بچه ها مهیا بود و کلی وسایل پیشرفته. این هم صندلی هایی بود که درست میکردن و یه چیز جالبتر گفت وقتی که صندلی درست میکنن یا هر چیز دیگه ما بهشون طرح و ایده نمیدیم، ما میگیم این رو میخوایم و اینها دیگه متناسب با نیاز خودشون یا نیاز یکی از نزدیکان یا حالا هر چیز دیگه ای میان یک صندلی رو طراحی میکنن و میسازن. ما ایده نمیدیم، میذاریم خودشون بسازن، به خاطر اینکه بعضی وقتا وقتی خودشون با توجه به نیازها میسازن میبینیم که چه ایده های قشنگی رو میتونن پیاده بکنن و اینجوری خلاقانه تر میتونن کار کنن. در و دیوارهای کلاس ها رو گفتم خدمتتون تمام کار خود بچه ها بود. الان اینجا خود جمله نویسی ها، داستان ها، نمیدونم روزنامه دیواری ها، خلاصه داستان ها، همه چیزها. ببینید الان خلاصه داستان های بچه هاست، نمودار داستانی تقریبا در قالب حالا تصاویر رنگ به رنگ و قشنگ آوردن و کار خود بچه ها رو به در و دیوارها و کلاس ها زدند. پشت سر من رو نگاه کنید، گفتم یک عالمه کلید واژه است توی کلاس. حالا من تصویر دیگه از کلاس نداشتم، مجبور شدم همین تصویر رو بذارم. تمام دیوار پوشیده است از کدها و واژه‌های درسی، کلید واژه‌های درسی. یعنی وقتی دانش آموزی داره آزمون میده یا حالا یک سنجشی ازش به عمل میاد، قشنگ وسط یه عالمه کد و اطلاعات قرار گرفته. اصلا دیگه نیازی به تقلب نداره، نیازی به استرس نداره. هر چیزی رو که فکر کنه بلد نیست با نگاه کردن به یک کد قشنگ براش یادآوری میشه و میتونه بقولن گلیم خودش رو یه جوری از آب بیرون بکشه. یه کار دیگه هم که در اکثر کلاساشون انجام شده بود قشنگ بود و ما خودمون هم درش یه مقدار مشکل داریم، ترتیب ماها بود. ما معمولا فصول سال رو با نقاشی و تصویرهای رنگی توی مدارسمون هم دیده میشه که هست، اما توی مدارسشون جالب بود که فصول سال رو به صورت نقاشی نبود، اسم فصل ها بود و اسم ماها بود. این دیگه مدام مثل یک چیزی جلوی چشم دانش آموز بود و در کلاس بود. خب این خیلی میتونست کمک کنه که اینکه بچه ها ترتیب ماها رو و اختصاص دادن ماها رو به هر فصل بتونن از یاد نبرن و در ذهنشون داشته باشن. یه چیز دیگه ای که گفتم خدمتتون در خصوص در و دیوارها که همه اکثر در فعالیت‌های آموزشی بود، نقش مفهومی ها بود. نقش مفهومی های فراوانی در و دیوار کلاس ها و راهروهای مدرسه و حتی سالن آمفی‌تئاتر مدرسه پوشیده از نقش مفهومی ها بود. خب نقش مفهومی هم یکی از فعالیت هایی که به شدت در تقویت درک مطلب بچه ها میتونه بهشون کمک بکنه. حالا این نقش مفهومی ها، یه سری از نقش مفهومی ها
نقاشی های خودشون بود. یه سری از نقشه مفهومی ها پرینت شده بود، یعنی جزء فعالیت های دیجیتالی بود که با توجه به یه سری از اپلیکیشن ها بچه ها انجام داده بودن، پرینت رنگی گرفته بودن و به در و دیوار چسبونده بودن. حالا تا اینجا که رسیدیم من میخوام خدمتتون یه سری اپلیکیشن هایی رو بهتون معرفی بکنم که بچه ها میتونن روی گوشی داشته باشن و ما به پایان هر درسی که میرسیم اگر ازشون بخوایم نقش مفهومی اون درس رو بر ما بکشن، پیاده بکنن، میتونن از این اپلیکیشن ها استفاده کنن. هر سه اپلیکیشن هم قابل نصب روی گوشی هست و حالا درسته با توجه به اوضاع فیلتر بودن از همه آیتم هاش نمیتونن استفاده بکنن، اما کار بچه ها رو راه میندازه. یکی اپلیکیشن جیت مایند هست که کار باهاش خیلی راحته و روی گوشی ها نصب میشه. یکی کنوا هست که فقط کافیه که گذرواژه انگلیسیش رو توی خود برنامه کنوا سرچ بکنن، گذرواژه انگلیسی نقشه های مفهومی رو در کنوا سرچ کنن، انواع و اقسام این نقشه ها براشون میاد و بچه ها میتونن اون هر چیزی رو که یاد گرفتن از طریق شکل دهی ساختارش رو در ذهنشون مرتب بکنن. یکی دیگه از اپلیکیشن ها ایمایند مپ هست. ایمایند مپ هم خیلی میتونه هم کار باهاش راحته و هم خیلی میتونه به بچه ها در کشیدن نقشه های مفهومی کمک بکنه. خب تا اینجا من هر چیزی رو که گفتم خدمتتون مقایسه سیستم آموزشی خودمون با فنلاند بود و یک خلاصه کلی از چیزهایی که اونجا دیدیم باهاتون به اشتراک گذاشتم. از اینجا به بعد دیگه قراره بریم سراغ ایده هایی که از اونجا من گرفتم و قابلیت اجرا در سیستم آموزشی خودمون رو داره.